به نام خداوند جان و خرد و با درود به شما. سپاس از این که اجازه دادید که در خدمتتون باشم. من میدونم که شما مدت هاست، سال هاست که دارید روی اوستانامه کار میکنین و خیلی خوشنود میشم اگر برای ما و بینندگان بفرمایید در مورد اوستانامه کمی. سپاس. به خوشنودی اهورامزدا. ما میدونیم که نخستین و بزرگترین و کهنترین کتاب جهان اوستا هست، یک دانشنامه دایره المعارف بسیار بسیار بزرگ که در زمان هخامنشیان بر روی 12,000 پوستگاه با آب طلا نوشته شد و برآوردی که کرده بود از مورخان کهن 2,000,000 سطر بود و برآوردهای امروزی 300 جلد رو نشون میده. شوربختانه بارها این کتاب از بین رفت، بازنویسی شد و دوباره در هنگام فروپاشی ساسانیان یک بار دیگه این کتاب گزم دید. من این افتخار رو داشتم، این خویشکاری رو که در پیشگاه ایزدان اومدم تمام متن‌های پهلوی رو که فعلا موجود و هست ترجمه شده، اینها رو جمع‌آوری کردم، ردبندی کردم و در یک سری کتاب به نام اوستانامه گنجاندم که تا حالا با زمان این برنامه که با هم داریم 2 جلدش چاپ شده. نکته خیلی جالبی که در اوستا وجود داره اینه که معمولا مردم فکر میکنن یه کتاب صرفا دینی، یه سری فقط نیایش هاست، چون اوستای موجود قبل از اینکه این کتاب اوستا نامه چاپ بشه بیشتر همین یشت ها بود و قسمت های وندیداد که بیشتر قسمت های بهداشتی و حقوقی شه. اما اوستا یک ویژگی خیلی شگفت انگیزی که داره، کاملا دانشی بودنشه، علمی بودنشه، به ویژه حیرت انگیزه اگر ما بخوایم با دانش های امروزی به ویژه اختر فیزیک اینها رو برابری بدیم که مایه خرسندی و سرفرازی که با دانشمند برجسته مانند شما بتونم این سنجش ها رو انجام بدم. و نکته دیگر درباره لقب زرتوش هست که بهش میگفتن مانترانا، مانتراخان. این دانش و علم مانترا رو اونطور که گاتها و اوستا میگه زرتوش پایه گذاری کرده و گمان میکنم در این برنامه آغاز کنیم با ویژگی های مانترا، فرکانس ها، ارتعاشات و مانند اینها. بله. سپاس گذارم. بله، سپاس از شما. ام، اون چیزی که برای من خیلی جالب بود، چون همونطور که شما گفتید، مهر هم ورزیدید، من در رشتم همون اختر فیزیک است و سالهای سال هست که خیلی با علاقه این رشته رو دنبال کردم. برای من خیلی جالب بود که ارتباط مانترا و به طور کلی ارتعاش، یا من دوست دارم اینو پارسی ترش رو بگم لرزش، و آفرینش جهان با در نظر گرفتن دانش امروز و حتی نوین ترین دانش امروز. یک دانش ما داریم که بهش میگن دانش، به قول خارجه میگن مینستریم، اون چیزی که برای در کتاب‌های درسی، بیشتر کتاب‌های درسی فعلا گنجانده شده، حتی در غرب هم. و یک دانش نوین که خیلی جلوتر از این دانش معمولی هست که در میگم کتاب‌های درسی هست و بیشتر حتی دانشمندان هم باش آشنایی دارن. یکی از این فرضیه ها اون فرضیه ریسمان یا ابر ریسمان، در حقیقت هر دوش یکی هست، که من با اجازت میخواستم این پاورپوینت رو با شما تقسیم بکنم اینجا. ما الان داریم این تصویر، شما دارید میبینید؟ آری میبینه. بله بله. ببینید، دو تا ستونی که دانش امروز بر پایش استوار هست، یکی تئوری نسبیت عام انشتین بهش میگن که در مورد جهان بسیار بزرگ سخن میگه، در مورد از دستگاه خورشیدی گرفته تا کهکشان راه شیری تا تمام اون چیزی که کیهان هست و آفرینش هست، و این رو خیلی به خوبی توضیح میده، خیلی به خوبی، تا جایی که
اون چیزهایی که در این تئوری، در این فرضیه گفته شده توسط اینشتین تا جای بسیار بسیار بالایی همیشه درست بوده. هر چه آزمایشی کردن، هر چقدر خواستن که حتی اینو رد بکنن، نتونستن. این در جهان بسیار بزرگ یک ستون اون دانشی که امروز دانش ما، دانش فیزیک به طور کلی روش بنا هست، دانش همین تئوری نسبیت عام اینشتین است. یک تئوری دیگه که در مورد جهان بسیار خرد هست، تئوری کوانتوم، فیزیک کوانتوم، اون هم تا حد شگفت‌آوری مانند تئوری نسبیت اینشتین درست هست. همه چیز رو به درستی توضیح میده در جهان بسیار کوچیک. ولی مشکل اینجاست که اینها هر دو همزمان نمیتونن درست باشن. به زمانی که این جهان بسیار خرد با جهان بسیار کوچک با هم دیگه تداخل پیدا میکنن، برای نمونه در اون چیزی که بهش میگن سینگولاریتی سیاهچاله، اون حالا وارد خیلی جزئیاتش نمیشه، اینا نمیتونن با هم دیگه هر دو همزمان درست باشن. یک تئوری بسیار جالبی هست به نام تئوری ریسمان یا ابرریسمان. این رو توضیح میده که ما اگر فرض بکنیم که مثلا یک آجر، یک چیز فیزیکی رو ما اگر زیر ذره بین بذاریم، ذره بین بسیار قوی، و نگاهش بکنیم، ما مولکولا رو میبینیم. زیر ذره بین بسیار قوی تر بذاریم، این اتم رو میبینیم. فرضیه‌ای که خیلی مدت ها هم نیست ازش گذشته، این رو توی از یک ذره بین بسیار قوی تر باز نگاه بکنیم، کوارک ها رو میبینیم. و اینجا تا اینجا اون تقریبا دانش عمومی متوقف میشه. یک فرضیه و شاید جدیدترین فرضیه فیزیک به اسم فرضیه ریسمان این است که میگه ما این کوارک ها رو که بخوایم زیر بزرگترین ذره بین نگاه بکنیم، میبینیم که اینا از یک ریسمانی درست شدن، مثل یک کش، ولی مثل یک کشی که میتونه حرکت بکنه. بسته به این که چطور این ریسمان ها حرکت میکنن، ما مواد مختلف داریم در جهان. یعنی تمام اون چیزهایی که ما به عنوان ذرات بسیار کوچک میشناسیم، همه اینها در انتها و در بن یکی هستن، یک ریسمان هستن. و بسته به این که چطور ارتعاش پیدا میکنن، ما مواد مختلف داریم. یعنی در انتها برمیگرده به ارتعاش، همون چیزی که تسلا هم میگفت، همون چیزی که شما هم گفتید در اوستا هم گفته شده، همون چیزی که حالا بعدم باز بهش برمیگردیم خود مانترا هم میشه، یعنی ارتعاش. همه چیز برمیگرده به ارتعاش و لرزش. این رو جدیدترین تئوری فیزیک داره میگه. مشکل اگه بخوایم بگیم این هست که انقدر این ریسمان ها کوچک هستن که فعلا با وجود اینکه از نظر ریاضی اینا قابل اثبات هستن، ولی در همون محدوده موندن. یعنی ما اگر یک ریسمان رو به اندازه یک درخت معمولی بخوایم بزرگ بکنیم، در مقایسه با اون کره زمین میشه به اندازه تمام جهان هستی. یعنی انقدر این ریسمان ها کوچیک هستند. ولی یکی از افتخارات این تئوری ابرریسمان این است که نه تنها هیچ مشکلی با تئوری کوانتوم نداره و هیچ مشکلی با تئوری نسبیت عام اینشتین نداره، برای درست بودنش به هر دوی اینها نیاز داره. یعنی تا جایی که ما میدونیم تنها تئوری هست در فیزیک که این دو تئوری رو با هم دیگه به ازدواج در میاره. نه تنها هیچ مشکلی با هیچ کدوم نداره، تئوری نسبیت عام اینشتین و تئوری کوانتوم در تئوری ابرریسمان با همدیگه هر دو درست هستند. و نه تنها اون، این تئوری ابرریسمان به هر دو احتیاج داره برای درست بودنش. من تا اینجا این پاورپوینت رو نگرش میدارم تا حالا بعدا هم یک کوتاه در مورد مونترا میخواستم بگم خدمتتون. در خدمتتون هستم. ببینید خیلی جالبه. اگر ما همین به اوستا نگاه بکنیم، درباره ریسمان
نکاتی هست، این همین ریسمان هایی که شما اشاره کردید، ارتعاشات، که شاید بتونیم این نگرش و فرضیه رو ازش دریابیم که باز یک پله جلوتر اگر بخوایم بریم توی این جدولی که شما نشون دادید، برسیم به مقوله زمان. یعنی خود همه اینها از زمان برمیخیزه. من اینجا از بخشهایی از اوستانامه، صفحه 92 اوستانامه جلد 1 بند 2 4 12 رو براتون میگم. میگه همانا رنگ زمانه بهی و بدی است. بهی و نیکی از گوهر خودش سپند مینو است، یعنی اهورامزدا. بدی از گوهری بیرونی، یعنی از اهریمن میرسه. بعد میگه شمارش بهی و بدی رنگ زمان که زمانه با آن ریسیده و رشته شده 8 است. این 8 تا 4 تاش اهوراییه، 4 تاش اهریمنیه، که اینا این حالت ریسمان زمان در واقع. و زمان مانند یک ریسمان میاد از کیهان کهکشانات تا میرسه به زمین و انسان، و این سرنوشت و بخت و جبر و تقدیری که میگیم و رقم میزنه و تعیین میکنه تا اندازه ای. باز ما میبینیم در بند 2 4 16 میگه که دادار اورمزد زمان را به رنگ بهی و نیکی ریسید. ببینید خیلی شبیه نگری ابرریسم ها در اختر فیزیکه. زیرا گوهر افزاینده آفرینش از نیکی است، ولی بدی ویرانگر که برخواسته از بنیاد دشمن یعنی اهریمن است، آن زمانه را پریشان کرد. و نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که من یه یادآوری بکنم برگفته اوستا و زرتشت. ما غیر از این جهانی که خودمون داریم و میشناسیم، 2 جهان هم به موازاتش داریم: جهان نور و جهان تاریکی، جهان اهورایی و جهان اهریمنی. اینها جهانهای موازی با ما هستند. وقتی که از توی جهان تاریکی به طور تمثیلی استعاری حالا میگیم اهریمن، در آغاز آفرینش مینوی، یعنی آفرینشی که در سطح انرژی و موج بوده، هنوز ماده‌ای پدیدار نشده بود، یک حمله و یورشی رخ میده به سمت جهان نور. جهان ما در اون زمان خلأ مطلق بود، کاملا خلأ بود، آفرینش مادی نداشت. اورمزد برای سرکوب اهریمن مانترایی رو میگه که معروف به مانترای اهونور، با یسا اهو شروع میشه و اصلا این مانترا رو آسمانی میدونن، یعنی مانترایی که از توی اورمزد اومده، خود زرتشت هم حتی نگفته. و به کمک این مانترا اهریمن رو به پس میدونه. یعنی اگه بخوام یه جوری با این داستان ها و فیلم های علمی تخیلی امروز بگیم، یک سلاح صوتی داشته، فرار صوتی داشته، با یه سلاح صوتی اهریمن رو سرکوب میکنه تا اون موجی که از اون سیاهچاله بیکرانه میاد میخواد جهان نور رو ببلعه پس بشینه و برگرده. نکته جالب دیگه اینه که در بند 2 1 13 همین کتاب اوستانامه میگه که هنگامی که دین مهر اورمزد، این خیلی جالبه، دین مهر اورمزد و 6 امشاسپند و آتش درون اهونور در برابر آن دروغ یعنی اهریمن پیدا شد، آنگاه اهریمن سترده و درمانده گردید. اینجا اشاره میکنه که در درون این مانترا یا این فرکانس و بانگ، یک، شاید همون بیگ بنگ، یک آتشی بوده، یک آتش اولیه که از این صوت یک آتشی پدید میاد و بعد اونطور که در اوستا ادامه میده روند آفرینش رو، خود این آتش اولیه که البته نباید با این آتش زمینی خیلی یکی دونست، یه چیزی حالا شما در نظر فیزیک توضیح بدید، از این آتشه که آفرینش کهکشان ها و بعد سیارات و دیگر آفریده ها شکل میگیره. شما هم در این باره بفرمایید، در این زمینه کاملش بکنیم. بله، خواهش میکنم. سپاس. البته ما یک از همون قدیم در زبان پارسی هم میگیم آسمان ریسمان کردن. میدونید
در حقیقت ارتباط این دو با هم دیگه، آسمان جهان بسیار بسیار بزرگ و ریسمان در حقیقت اون کوچکترینش، که ما زیاد فکر نمی کنیم به این گفته ای که برای خیلی حقیقت بزرگی درش خوابیده، آسمان و ریسمان کردن. یعنی یک چیزهای ارتباط دو تا چیز به ظاهر ناهماهنگ بودن و بی ربط بودن با همدیگر رو پیدا کردن، آسمان و ریسمان کردن. و برای خیلی جالب بود، من در مورد ویژگی زمان و این همین تئوری ابرریسمان، حالا اجازه بدید من برگردم در یک نشست دیگه خیلی بیشتر در این مورد اگر امکانش هست صحبت بکنم، چون خیلی چیز جالبی هست که چطور حتی زمان هم، چون ببینید برای هر انرژی، برای هر نیرویی، برای هر توانی یک میگن یک نماینده حمل اون توان هست، در فیزیک اینو بهش میگن. و برای زمان هم در حقیقت این رو پیدا کردن و همونطور که شما گفتید این ریسمان هست که نماینده انتقال این توان هست در جهان، در فیزیک امروز، همین ریسمانی که شما بهش اشاره کردید. و ارتباطش با مانترا، باز به قول فردوسی بزرگ میگه ز نیکو سخن به چه اندر جهان، که خیلی ها فکر میکنن هم این نیکی گفتار به طور بزرگترش که در گفتار نیک پندار نیک و کردار نیک است، فقط به معنی این هست که ما حرف خوب یا مثلا حرف تعارف گونه بزنیم، که ولی این خود بسیار بسیار بالاتر از این هست. معنیش همونطور که شما خودتون بهتر میدونید. گفتار نیک یعنی اون ارتعاشی که اون لرزشی که اون صوتی که اون آوایی که اون بانگی که اون آهنگی که یا اون مانترایی که در حقیقت داره گفته میشه، زمانی که سخن گفتن شما هرچی بیشتر به مانترا نزدیک میشه، اون زمانی است که شما دارید سخن نیک میگید. چون پشت اون آوای سخن گفتن شما همون یک حالت، یک توان بهبودسازی دنیا توش هست. اون نیست که فقط من به شما بگم من مخلص شما، من چاکر شما، مثلا یا حرف زشتی نزنم یا فوش ندم یا ناسزا ندم. اونایی که خب خیلی خوب هست، البته نه اون تعارف و قربونت برم و این صحبت ها، ولی حرف پاکیزه زدن بسیار خوب است. ولی اون نیکو سخن گفتن خیلی فراتر از این هست. نیکو سخن گفتن در اون والاترین درجهش اون هست که سخنی که من میگم اصلا تبدیل به مانترا میشه. اون مانترا یعنی بهبودی، اون چیزی که باعث بهبودی حال خودم میشه و دنیای پیرامونم میشه. اگر اجازه بدید من از یکی از دانشمندان بزرگی به اسم آقای استیون فلاورز، که شاید اصلا ما یک برنامه رو بزنیم در مورد خود ایشون فقط صحبت بکنیم، من فقط اینجا بسنده میکنم به اون چیزی که ایشون گفتن در مورد مانتراهای زرتشتی. اجازه بدید من این رو بیارمش. در این کتابی که در انتها من میگم از کدوم یکی از این کتابای ایشون هست، ایشون میگه که مانترا گرانمایه ترین بخش آیین مغانه است که در آن واژه ها به زبان اوستایی گفته یا سروده میشوند. سرودن آوای این واژه ها به تنهایی و حتی با چشم پوشی از معنایشان به خودی خود مراسم آیینی کاملی را تشکیل میدهند. یعنی باز ایشون بازم در جای دیگه توضیح داده که در زبان اوستایی، که شما خودتونم بهتر میدونید، خود دیگه توضیح هم در این مورد خواستید بدید، در زبان اوستایی که یک زبان فرازمینی هست، اون معنی دستوری زبان اوستایی
در درجه بسیار پایینتر دوم قرار میگیره و اون آوای این واژه هست که بیشترین و مهمترین معنی رو داره در زبان اوستایی. مانترا وسیله است که به یاری آن پیام مغان به ایزد در دنیای مینوی میرسد. یعنی گفتگویی که مغان زرتشتی داشتن و دارن با دنیای مینوی به شکل مانترا انجام میشه، چون زبانی هست که ربطی به زمین در حقیقت نداره. اون پیش از اون که اجسامی رو که چیزهایی رو که ما در زمین میشناسیم به وجود بیارن، این زبان وجود داشته و پیشتر از تمام این چیزهایی که در زمین هستن اون مانترایی که اونا رو به وجود میارن وجود دارن. حالا یک نمونه کوتاهی رو من خدمتتون بگم، این که این مغانی که نامگذاری میکردن برای دنیای پیرامون ما در دنیای گیتی، برای نمونه مثلا یک درخت رو که میدیدن این قابلیت رو داشتن که ببینن اون کوچکترین یا اون بنیادیترین ارتعاش یا لرزشی که اون درخت رو درخت میکنه چی هست. یعنی باز طبق این فرضیه ابرریسمان، اونا از خود ماده، از مولکول، از اتم، از کوارک، همه اینا که میگذشتن و قابلیت شنیدن ارتعاش این ریسمان ها رو داشتن و نه تنها این که اینها رو میشنیدن، در حقیقت یک گفتگویی بود با این درخت، مانند این که ازش میپرسیدن نام تو چی هست و اون درخت با اون ارتعاشش بود که نامش رو آشکار میکرد برای این مغان و اینها این نام رو میگذاشتن براش. برای همین در جای دیگه آقای استیون فلاورز میگه که یکی از سخت‌ترین چیزها در برای ترجمه زبان اوستایی این است که شما چطور میتونید آوا رو ترجمه بکنید، چون آوا یک آوایی هست و اون آوا رو نمیتونید به زبان دیگه یک صدای دیگری ازش در بیارید. این که اینجا فکر کنم همینو میگه، این گونه پنداشته میشود که ساختارهای اوستایی بر پایه ترتیب آواهای درون خود دارای نیرو هستند. ساختارهای اوستایی در بسیار مشکل بودن ترجمهشان مشهور هستند. این دشواری به این دلیل است که کسانی که هزاران سال پیش این ساختارها را بنا نهادند، کارایی آواها را بالاتر از معنایشان قرار دادند. این ساختارهای آوایی بیشترین توان خود را هنگامی که به درستی و در زمان و زیستگاه مناسب انجام شوند به دست میآورند. و این از کتاب اوریجینال ماجیک است از همون آقای استیون فلاورز. من اینجا این شعر رو نگه میدارم، در خدمتتون هستم. بسیار سپاسگزارم. خیلی جالبه واقعا این قضیه. من یاد چند تا چیز افتادم. میدونید که این عرفان پارسی، عرفان بعد از اسلام، با اینکه رنگ و نما و ظاهری حالا عربی اسلامی داره، در واقع ریشه های مغانه داره. برخی مانند سهروردی آشکارا گفتن، برخی مانند مولانا به دلایلی چندان از این سرچشمه ها یاد نکردن، ولی به هر حال اینا مغانه است. برای نمونه چون راجع به درباره سنگ صحبت کردید که حتی سنگ هم یه فرکانسی و ارتعاشی داره. ما توی کتاب های کارلوس کاستاندا هم در این زمینه میبینید و در عرفان سرخپوستی مولانا یه شعری داره از زبان همین سنگ و چیزهای طبیعتی که به نظر میاد بیجان هستن یا بی زبان هستن. میگه ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، باهوشیم، هوشمندیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. و این نامحرمان کیان؟ مردم عادی. محرمان چه کسانی هستن؟ عارفان، کسانی که به شناخت و کشف و شهود رسیدن. و درباره این ناهنجاری که شما میدونید به طور ظاهری در زبان اوستایی از نظر دستوری هست، به طور ظاهری دلیلش اینه که انقدر این زبان واقعا فرازمینی و سنگینه
که به دستور زبان عادی بیان نشد، واسه همین گاتهای زرتوش و بخش‌های دیگه از اوستا که بسیار مهم هست و در آینده بهش می‌پردازیم. و باز یادآور این سخن شمس تبریزی که شمس میگه عرصه سخن تنگ است، عرصه معنی فراخ است. عارفان ما و همه عارفان جهان میگن که ما نمیتونیم اون کشف و شهودی رو که داریم، اون چیزی رو که چشم سوم ما میبینه، به زبان عادی بیان کنیم. و برای همینه که زبان اوستایی زبان سنگینیه و در اوستا هم اشاره شده که زبان اورمزدیه، یعنی زبانی نیست که بر روی زمین ساخته شده باشه. این تفاوت بسیار بزرگی بین زبان اوستایی است. جدا از این که کلا این ریسمان ها، این ارتعاشات، مانترا، فرکانس ها از آغاز آفرینش از سوی اورمزد ایجاد میشه برای این جهان، آفرینش جهان مادی. یه نکته خیلی جالب دیگه که وجود داره اینه که ما حتی اگر از دیدگاه موجودات فرازمینی هم نگاه کنیم، در بخش‌هایی از نوشتارهای پهلوی ما می‌بینیم که چند تا از امشاسپندان سوار بر یک عرابه آتشین، سوار بر یک عرابه کیهان پیما فرود میان و با گشتاس سخن میگن که تو باید زرتشت رو بدونی که از سوی ماست و ما اون زرتشت رو آموزش دادیم و فرستادیم برای زمینی ها با ایجاد تمدن و فرهنگ جدیدی و انسانی بکنیم. و خب این سخنی که اینا میگن همون زبان اوستایی است. این سخن همشاسپندان، سخن فرازمینی ها هم به همین زبان بوده. یه نکته جالب دیگه درباره نام ها، اصلا همین نامگذاری ها خودش شگفت انگیزه که بشر چجوری اسم صندلی گذاشته صندلی، چرا نگفته میز؟ اینا از کجا میاد؟ ما میبینیم که در تورات هم این خداونده که به انسان نامگذاری یاد میده. یعنی تا زمانی که انسان نمیتونه نامگذاری کنه، زبان اصلا نمیتونه به وجود بیاد، پیشرفت بکنه. و در اوستا به این نکته بر میخوریم که خود نام ها هم دوگانه است. یعنی اگر شما میخواین از فرض کنید دست اهورایی اسم ببرید، یک نام داره، دست اهریمنی نام دیگه ای داره. یعنی اینها هم دوگانه است، نام های نیک و نام های بد هستش. اگر باز هم درباره مانترا نکته ای هست خوب اشاره بکنید. و سپاس از شما. کم کم به پایان برنامهمون داریم میرسیم برای با اون زمان گذاری که کرده بودیم. فعلا من اینو خیلی کوتاه در انتها بگم خدمت هم که شما گفتید نه تنها در ایران، در تمام تمدن‌های باستانی بر پایه اسطوره هاشون این آوا هست که در حقیقت جهان رو میآفرینه. در آمریکای جنوبی برای نمونه مثلا میگن که کتسلکاتل یکی از بزرگترین خداهاشون در یک نظرم خود در یک صدف دریایی دمید و این آوای اون بود که در حقیقت جهان را آفرید. باز همون بومیان آمریکا اتفاقا یک خیلی چیز جالبی دارن که میگن که یک عنکبوتی بود، یک عنکبوت ماده بزرگی بود که در حقیقت این جهان رو ریسید، یعنی با ریسمان جهان رو به وجود آورد که با اون نه فقط اون ریسمان بلکه اون ارتعاشات اون ریسمان بود که در حقیقت جهان رو به وجود آورد. برای اینقدر گفتگوی یعنی مبحث جالبی هست که من دلم نمیاد رو متوقف بکنم، ولی با اجازهتون برای این برنامه اینجا من به شما بدرود میگم و سپاسگزاری میکنم برای ازتون و این برنامه رو به هر حال ما ادامه میدیم دیگه. تا میدونم برای شما روی اوستانامه بسیار کار کردید، تازه جلد 1 و 2 در اومده، جلد 3 هم در حال چاپ شدن است خوشبختانه. برای همین این نوید رو به دوستان من بدم که برای در خدمت شما هستیم. امیدوارم سالیان سال. این تا اینجا این برنامه ما.
من سپاسگزاری میکنم ازتون. تا نشست دیگری به زودی. شاد و تندرست باشید. بدرود. سپاس.